چسبیدی به پسره. خب ترانه با تو هم زدن علی محبوب پشتم نبود. حتی قشنگ میتونه آدم رو تحت تاثیر بذاره و این بچه‌ها رو اذیتشون می‌کرد. به قول دکتر اوضاع خیلی خیته، ولی چرا همچنان اوضاع خیته ما که نفهمیدیم. دکتر پژمان که کماکان سوزنش روی ترانه گیر کرده و تا اطلاع ثانوی هم به نظر میرسه برنامهش همین باشه. البته جدیداً نگار رو هم وارد ماجرا کرده و به قول خودش ستون اصلی این جریانات همش زیر سر نگاره. با هم دیگه ببینیم که یه خانم مفنگی پشت بیاد با ادا و اطوار و دلقک بازی یه مشت جوون کشور تو که هنوز شاید پاشون به خارج از کشور باز نشده، هنوز حتی نمیدونن چیه، فکر کنن تو الگوی موفق اون جامعه ای و بیان دنبال راه تو برن، توی که هنوز جای خواب نداری، توی که هنوز اگر که با کاپلت و پارتنرت به هم بخوری باید بری اگر پول داشته باشی هتل بخوابی. این موفقیت، یعنی این آقایی که علیرضا منم نمیشناسمشون و واقعا تنها چیزی که باعث شدش که بهش اطمینان کنم اینه که حرفاش همش درسته. یعنی هر چی که گفته تا الان درست در اومده و هر چی که ما شنیدیم درست بوده و کما این که با توجه به حضور من در اونجا و استدلال هایی که داشتم و پازل هایی که میذارم بغل هم همین بوده. فوق العاده اونجا به خاطر اینکه بخواد اخراج نشه تحت حمایت محمود قرار گرفت و محمود هم دیگه واقعا نمیتونست جز این که مثلا فوش نده و نمیدونم نکشدش از جمع ببردش بیرون یا گهگاه حتی مثلا دارم بهت میگم نمیگم حالا کتک بزنه ولی بالاخره یه جورایی حالا یه اتفاقا میافتاد بسیارم شدید. یعنی بعدش هم نمیومد کتک بخوره از محمود. نمیدونم والا این یه جوری گفت کسایی که کتکشون نزدن و ناراحته، کسایی که کتکش میزدن خوشحاله. بالاخره یه آروم بشینی یه پسر اگه کابل داره بره بپره، اگه کابلی هم نداره که مانوخ عزیز از دخترایی که مدعی هستن و در مورد هر چیزی میخوان ابراز به قول منم بکنن و این که بخوان در هر اتفاق حضور پیدا بکنن زیاد برای من جذابیت ندارن. نمیگم بده یا خوبه، برای شخص من جذابیت ندارن. خانوم به نظر من باید خانوم باشه. خانوم بود. سال با مزه برات بزنم در مورد نگار، حالا بذار جای اون کرکتر. یه موقع بودش یه فیلمایی میدیدیم که یه چند تا جوون میرن توی کلبه کم کم یکی یکی دارن کشته میشن، آخرین نفری که بهش شک میکردی همیشه اون قاتله بود. آفرین. در مرکز این اتفاقا برمیگرده شما و یه نفر دیگه گفتی برمیگرده به نگار که هنوزم که هنوزه، با اینکه الان توی پیج خودش برید ببینید نه حاشیه داره درست میکنه نه دنبال داستانه، ولی تمام فکر و ذکرش اگر دقت کنید از برنامه رو یکم بزنید عقب‌تر فقط اینه که بشه مرکزی که بتونه آدما رو هماهنگیاشو انجام بده و هر سری این بنده خدا رو جمع میکنه و انقدر راحت و قشنگ میتونه آدما رو تحت تاثیر بذاره و این بچه‌ها رو اذیتشون میکرد. الهه جزء اونایی بودش که تحت تاثیر حتی یک جمله نگار باعث میشد از 0 تا 100 یوهویی اول. پژمان توی لایو وسط صحبتاش به مسعود ملاکین هم اشاره میکنه. مسعود کیه؟ مسعود برخلاف اینکه همه قبلا فکر میکردیم یکی از شرکت کننده های بعدی باشه، در واقع تو تیم پشت صحنه و به عنوان مترجم و رابط بچه‌ها کار میکنه. به قول دکتر حرف به بر بیار بوده. البته گویا الان دوست پسر نگار هست و حتی به ادعای دکتر اون موقع هم با نگار در ارتباط بوده. مسعود هم کم نیاورد و تو استوری جواب دندون شکنی به دکتر داد. والا به نام یه آقایی بود، یه آقای اونم همچین نیمه محترمی آقا که نیست، همچین آقا نیست. متاسفانه خودشون هم خیلی اصرار داشتن که ما آقا نیستیم ولی ما آقا صداش میکردیم. معلومه اصلا. بعد خلاصه منظور این که از یه جایی به بعد که ایشون اخراج میشه از برنامه دوباره این اطلاعات به نگار نمیرسه و خب حالا میبینیم و در ادامه خیلی. و اما برسیم به نفر بعدی که کسی نیست جز علی، پای ثابت حواشی. علی از برنامه رفته ولی گویا برنامه از علی نرفته. شایدم خودش نمیخواد که بره، چون بالاخره خوبه که همچنان تو یادها بمونه. علی این بار به قول خودشون گرفته رو ترانه، در حالی که چند وقت پیش خوب ترانه رو میگفت. معلوم نیست اصلا چی به چیه.
راستی به خاطر الفاظ بدی که استفاده شده عذرخواهی میکنم. نشد روی همشون بوق بذارم. با هم دیگه ببینیم. زنگ زدی به من علی، منو تو پارتی زدن علی، محبود پشتم نبود علی، محبود ولم کرد علی تو رو خدا کمکم کن، اینا دارن منو میکشن. حروم زاده، من بهت زنگ زدم گفتم پاشو بیا خونم، آوردمت تو خونه زندگیم، مشروب تو انوگویی که میخواستی رو گذاشتم جلوت، کلی بهت خوبی کردم که چی شد تش؟ اومدی خونه من پشت محبود حرف میزدی، محبود دیگه انمم نیست، من محبود و کاری باش ندارم، محبود دیگه من فقط فیلم میخواستم بازی کنم با محبود. تو خونه من دوستای الهه و دانیال اومدن اونجا، خب دوست الهه و دانیال پسر دندون پزشک اومد اونجا، چسبیدی به پسره، خب ترانه با تو هم اسمت هم میارم یه خورده دیگه، چسبیدی به پسر دندون پزشکه تو خونه من، اونی که باش هم خونه ای چسبیدی بهش، خب هی زنگ زدی کمکت کردم آوردم تو خونه زندگی. آسیب خیلی دیدم، انقدر آسیب فیزیکی دیدم به راحتی میتونم آسیب زبونی بدینم بهت. ما یه موزیک ویدیو داریم میزنیم، یکی از دوستامون یه دونه ماشینشو میخواد بیاره توی موزیک ویدیو ما، اومدم بهش میگم ترانه دیگه تموم شد، برو دنبال بازی تا بهت بگم. اومد اینجوری میکنه، من میرم به اون میگم نیا تو موزیک ویدیو، آخه به درد نخور، آخه چوس معمولی، تو کجا و من کجا؟ تو تازه با بدبختی یه برنامه و اینجور چیزا تونستی بیای بری به ایکس و ایگرگ رو بزنی با 1000 تا تبلیغات، یه اقامت گرفتی، یک سال دیگه اونو نتونی تمدید کنی. گفتم که بیام فقط بگم و برم. نه راجب ماهرخ نمیگم، ماهرخ سگ شرف داره به همچین آدمی. خب من با ماهرخ تو دعوام، تو جنگم، تو جدالم، تو هر چی که هستم، اما ماهرخ سگش به این آدمی که دارم اسمش الان میخوام بیارم شرف داره. خب به خداوندی خدا یه تار موی ماهرخ به 100 تای این آدم. و اما الهه، کوچکترین شرکت کننده جزیره تا به الان، که به نظر بی‌حاشیه می اومد، ولی حتی اونم با تناز درگیر شده. گرچه مشخص نیست که چی شده که پرشون به پر هم خورده، چون تا به اینجای برنامه که با همدیگه خوبن. شاید در قسمت‌های بعدی اتفاقی پیش اومده که ما هنوز نمیدونیم. ببینیم الهه چی گفته. من متنفرم از ایران. گفتم چرا عزیزم متنفری؟ میخوای داستانتو تعریف بکنی؟ برگشته میگه که آخه تو خانواده داری اونجا، من حتی اون خانواده هرم ندارم. بابا توی که احترام مادرتو نگه نمیداری، میای تو برنامه پشت سرش چرت و پرت میگی، چه انتظاری ما میتونیم از این آدم داشته باشیم که راجب ما چرت و پرت نگه؟ جالبه برام، یه دختر الان داره حرف میزنه راجب دانیال. بعد دختریه که با مامانش میرفته پسر بازی، بعد مامانش کتکش میزده، باباش کتکش میزده، مامانش شاکی میشه تو استوریا، میاد میگه که چی؟ توضیح میخوام ازت. والا عزیزم چه مرگته؟ همش داری چرت و پرت میگی تو برنامه. این اتفاقاتی که داری تعریف میکنی کی و کجا افتاده؟ ترناز عزیز، نشستی داری تر میزنی تو روابط بقیه، یکم از روابط خودت بگو. خب داری فقط میچسبی به پسر پست میزنه، با فاز داداش میمالونی به بقیه، این پسرم هیچی نمیگه. این وسط غافل نشیم از صحبت‌های عجیب و غریب تناز در مورد علت این که چرا قسمت‌های اخیر برنامه به قول خودش زشت شده بوده. البته به نظر میاد حرفای تناز یه جور واکنش توجیهوار هست به حجمه هیت بی سابقه‌ای که تو پیج اینستاگرامش سرازیر شده. با هم بشنویم. بچه‌ها من هر روز تو برنامه زشت‌تر میشم، هر روز بی‌حوصله‌تر میشم، هر روز افسرده تر میشم، هر روز جوشای بیشتری میزنم به خاطر اعصاب، روان و فشار عصبی که اونجا دوستان منو درش قرار میدادن. من کلا تو زندگیم، تو رابطم که هستم، حتی با دوستان زیاد رفت آمد نمیکنم که مثلا اتفاق نیفته، ناراحتی نباشه، حرفی نرو بیاد. من خودم هم و دوست پسر و اونجا اینجوری نبود دیگه. و خودم مثلا نه دیگه آخرا به موام میرسیدم، همجور موام. بعد
کارگردان گفت بابا یه ذره به خودت برس، یه ذره میکاپ و موهاتو درست کن. اصلا حوصله نداشتم. حالا بره جلو میبینین دیگه تجربه. بر شما یه خورده شاید دیر وقت باشه دارم استوری میذارم، ولی چون الان خودم نشستم برنامه نگاه کردم و بعدش یه خورده دیدم که دایرکت دارم که خیلی اعتراض کرده بودن چرا مثلا اینو گذاشتی حرف بزنه، اونو نذاشتی حرف بزنه، چرا اینو کم میذاری حرف بزنه، اونو چرا مثلا زیاد میذاری حرف بزنه و از این حرفا. خواستم یه توضیح براتون بدم. عزیزم من مجریم، یه گوشی تو گوشمه، خب که تو اون گوشی میگن که راجب این موضوع میخوایم الان صحبت کنیم. بعد موقعی که داری راجب اون موضوع صحبت میکنی میگن بسته برو رو موضوع بعدی. دوباره مثلا داری روی موضوعی صحبت میکنی میگن اینو تمومش کنید برید سراغ موضوع بعدی. برنامه کارگردان داره، یه کارگردان داره که نشسته پشت در واقع توی اتاق رژید و داره تصمیم میگیره که الان راجع به چه موضوعی صحبت بشه، راجع به چه موضوعی صحبت نشه، یا اینجا بسه یا اونجا کافیه، اینجا ادامه. خیلی ها شاید که اصلا کار هنری یا کار اجرا مجریگری یا کار مثلا در واقع این شکلی رو نمیدونن چه جوریه و چه سیستمی داره. اینجوری نیستش که من هر چی دلم بخواد بگم و هر کاری دلم بخواد بکنم و هر جوری دلم بخواد رفتار بکنم و اصلا این شکلی نیست. این کارگردان داره و کارگردان تصمیم میگیره که به من بگه کجا نقطه بذار حرف و برو سراغ سوژه بعدی، یا اصلا راجع به کدوم سوژه صحبت کنیم، یا الان امشب این آدم ها حرف بزنن اونا حرف نزنن. یعنی اینا چیزهای برنامه ریزی شده است در مورد شخص من و اجرای من. یعنی تنها چیزی که از قبل با سناریو و مشخص وارد برنامه میشه حضور من و صحبت‌هایی که میشه و همه از قبل صحبت شده و تو گوشی تکرار میشه که الان می‌خوایم بریم روی این موضوع، الان تمومش کنید، الان بریم سراغ موضوع بعدی. و این یه چیز حیرانمون داریم یه سری مجری می‌بینیم که نقطه سر خط صحبت میکنن و خیلی اتوش کشیده نشستن و فقط سر تکون میدن، تایید میکنن. و بنده خدا اونایی هم که مثلا اینطوری نبودن همیشه مورد هجمه بودن. مثلا من یادمه که به فرزاد حسنی همه میگفتن چقدر گستاخه، چقدر فلان. احسان علیخانی سالهای اول همه میگفتن وای بچه پررو فلانه. یعنی متاسفانه خب مردم ما عادت تکون بده، تایید کنه، هیچ اظهار نظری نکنه و عقب بشینه اینجوری سرشو تکون بده، تایید کنه، هیچ اظهار نظری نکنه و اصلا با همه هم گل و بلبل باشه و اینا. نه، آدم ها میتونن که خود واقعیشون باشن و من سعی میکنم همیشه خود واقعیم باشم و این کار رئالیتی شوه. یعنی قرار نیست ما فیلم بازی کنیم یا چیزی رو برخلاف اون چیزی که هست نشون بدیم. این همون چیزیه که هست. من از دست بعضی از بچه‌ها عصبانی میشدم، ناراحت میشدم و بگم شاید این یه نقطه ضعف باشه و قبول دارم. من از کسایی که از الفاظ رکیک استفاده میکنن برای دیگران و به دیگران فحش رکیک میدن، این آدم ها رو برام پذیرششون سخت میشه و بارها شده بود که وقتی میمدم مثلا سر صحنه به من میگفتن که روز قبل مثلا کی به کی فحش داده، کی به کی حرف زشت داده، رو بعضیاش صدا گذاشته شده، بوق گذاشتیم، بوق که نیست البته یه صدای دیگه، یا مثلا حذف شده اون فحشا. من اصولا ریاکشن دارم نسبت به آدم‌هایی که از فحش رکیک استفاده میکنن یا از در واقع از ضرب و شتم استفاده میکنن برای صحبت کردن. دارم میرن رو اعصابم و فکر میکنم نقطه ضعفم اینه و عادتا فکر میکنم در سیزن دوم باید سعی کنم اینو کنترل بکنم که باعث نشه که تو رفتارم تاثیر داشته. حق نداریم فحش رکیک بگیم، یا اصلا حق نداریم به هم فحش بدیم، برای اینکه ما دشمن همدیگه نیستیم، ما هموطنیم، تهش همدیگه دوست داریم. شاید از بعضی رفتارها، بعضی کارها، بعضی حرفای همدیگه ناراحت بشیم، ولی ما دلمون برای هم میتپه. همین 12 روز جنگ، زلزله ها، سیلاب، اتفاقات بعدی که تو مملکت افتاده، همیشه دیدیم مردم پشت همدیگه و ماها نباید به هم فحش بدیم. دشمن فقط لایق فحش و در واقع دریوریه. ما باید به هم حرف قشنگ بزنیم و قول میدم که تو سیزن 2 نسبت به حتی آدم هایی که فحش میشنیدن به هم دیگه میدن ریاکشن نداشته باشم. این نقطه ضعف رو سعی میکنم حلش بکنم، ولی حق دارم. و در آخر این که هم من هم بچه‌های شرکت کننده در برنامه عشق ابدی تجربه اولمون بوده در یک همچین برنامه. من سابقه اجرا در تلویزیون و در پلتفرم رو داشتم، ولی در یک برنامه آزاد، پرتنش، پرحاشیه، بدون سانسور خیر. یعنی در واقع در ایران ما هیچ برنامه این چنینی نداشتیم. بچه‌ها هم تجربه حضور در یک همچین برنامه‌ای رو نداشتن که قاعدتاً اگر فکر می‌دونستن که
چه حجمه هایی بعدش اتفاق میفته، قطعا یه خورده حاشیه هاشون رو کمتر میکردن، بیشتر سعی میکردن بهشون خوش بگذره و کنار هم بودن رو لذت میبردن که لذت هم بردن یک جاهایی، فقط ما بدیاشو نبینیم و تنش‌ها و دعواها رو. فکر کنم تجربه خوبیه، مثل دوران سربازی که آدم‌ها 2 سال میرن سربازی ولی 40 سال خاطراتشو پسرا تعریف میکنن. اینم به نظر من یه همچین چیزیه که مدتی تجربه همزیستی رو آدم‌ها با هم دیگه داشتن.